فیبوناچی در واقع یک ابزاره که از یک سری خطوط افقی مبتنی بر دنباله فیبوناچی تشکیل شده. از این خطوط اغلب برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشه. برای استفاده از ابزار فیبوناچی در قدم اول نیازه که یک سوینگ لو و یک سوینگ های روی چارت پیدا کنیم و سپس فیبوناچی رو به شکلی که حد فاصل دو سوینگ رو پوشش بده روی چارت بندازیم. در قدم بعد صبر می‌کنیم تا قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی که در تلاقی با یکی از نواحی اوردر بلاک هستش برگرده. توی این بخش از چارت به دلیل قوی بودن روند احتمال برگشت از ناحیه 0.382 بیشتره. پس اگر قیمت به این ناحیه برسه احتمال برگشت وجود داره و وارد معامله بای شدن منطقی به نظر میاد. در نظر داشته باشید که قیمت میتونه به سایر سطوح فیبوناچی هم برگرده و این موضوع کاملا به ساختار چارت بستگی داره. پس بهتره برای معامله با فیبوناچی حتما با سیگنال های دیگه‌ای که به شما تاییدیه میدن تطبیقش